تا کی میخواید اینجا بمانید؟ شاید آنها نیامدن. بالاخره میآیند. ما که نمیتوانیم تنها برگردیم. ما یک شبانه روز است که اینجا منتظریم. اگر چند روز دیگر بمانیم و نیامدن چه؟ خاندان و بستگان ما گرسنند و منتظر. دیر برسیم قحطی آنها را هلاک میکند. پوزش میخواهم. آن 10 برادری که با ما بودن چه شدن؟ ما نمیدانیم برویم یا که منتظر بمانیم. میدانم که مهمان عزیز مصر هستند، اما کی خواهند آمد نمیدانم. تکلیف ما روشن نشد. شما بروید، آنها خواهند آمد. معطل آنها نشوید. فرزندان اسرائیل برای میهمانی آمدن، نه تهیه گندم. انتظار بی‌فایده است. حرکت میکنه. قبیله و خاندان ما گرسنند. آنها به امید بازگشت ما و بردن گندم لحظه شماری می کنند. اگر عزیز مصر به ما اجازه رفتن دهند سپاسگزار خواهیم شد. 3 روز از ما را اینجا نگه داشتید. نباید علت آن را بدانیم؟ ما که برای خور و خواب به مصر نیامدیم. آن بیچاره ها چه گناهی کردند؟ صبر کنید. باز میگردم. تو فکر میکنی مرا خواهند شناخت؟ بستگی به زیرکی آنان دارد، اما من گمان نمیکنم. میدانیم آنها میخواهند جناب یوزارسیف را ببینند و علت حضورشان در اینجا را بدانند. تالار پذیرایی را آماده کنید. تخت مرا نیز در بالای تالار قرار دهید. کنعانیان برای شکوه و جلال ارزش زیادی قائلند و زود مخمور قدرت میشوند. آنان را به تالار ببرید، من نیز خواهم آمد. اطاعت عالی جناب. اگر مرا بشناسند همه نقشه های من برملا خواهد شد. تو در سنین افراهیم و منصه بوده ای آنها تو را دیدن. قطعا تو را به یاد نخواهند آورد. بیامد. امیدوارم مرا به جا نیاورند. از این سو جناب صدر اعظم که وارد شدند احترام گذاشته و تعظیم میکنی. تا اجازه نداده سر بر نمیداری و تا سوال نکرده پاسخ نمیده. سوال کرد گوشتان با من باشه، کوتاه پاسخ میده. مرخصتان کرد تعظیم میکنید، رو به او تالار را ترک میکنید. جناب صدر اعظم عزیز مصر یوزارسیف بزرگ وارد میشوند. برخیزید. از نام و نشان خود بگویید. شما که هستید؟ ما فرزندان یعقوب پیامبر هستیم.
از نوادگان اسحاق و از ذریه ابراهیم. نام من لاوی است. نام من هم یهوداست. من یساکر هستم. نام من اشیر است. بنده شمعون هستم. جاد هستم. من هم روبین هستم. من نفتالی هستم. دان. زبولون. شغلتان چیست؟ در مصر چه میکنید؟ بیشتر دامداری میکنیم. کشاورزی هم در حد نیاز. 2 سال است که در کنعان قحطی آمده. برای تهیه گندم به مصر آمده ایم. هر یک از ما تکفل عده‌ای را بر عهده داریم. امیدواریم عزیز مصر ما را از مساعدت خیش بهره‌مند فرمایند. شما چند برادر هستید؟ 11 برادر. آخرین من بنیامین است که نزد پدر مانده. بنیامین؟ چرا او را نیاوردید؟ منظورم این است که اگر او و پدرتان را هم میآوردید 2 سهم بیشتر گندم دریافت میکردید. ممکن نبود. نه، ممکن نبود آن 2 را با خود بیاوریم. پدرمان نابیناست و توان سفر ندارد. ایشان به خاطر علاقه زیادشان به بنیامین او را از خود جدا نمی کنند. شدت علاقه پدرتان به بنیامین از چیست؟ اگر همه از یک پدر نیستیم؟ ما از یک پدریم ولی از یک مادر نیستیم. بنیامین را از مادر برادری بود به نام یوسف که گرگ‌ها او را خوردند. پدرمان از آن پس به جای یوسف مهر بنیامین را در قلب خود نشاند. با این وصف پدرتان علاقه زیادی به یوسف داشته. ضعف بینایی او هم به خاطر گریه زیاد در فراق یوسف است. آیا عزیز مصر از سخنان ما متأثر شدند؟ گمان نمی کنم. حال ایشان کمی مساعد نیست. همینک باز میگه. دردی در سینه دارم که گاه طاقتم را تاق نکند سخنان ما عزیز مصر جناب یوزارسیف را آزرده است. نه، یاد مطلبی ذهن مرا به خود مشغول کرده. هرچه میکنم نمیتوانم به شما اطمینان کنم. شما حقیقتی را در کلام خود پنهان میکنید. ما به جناب صدر اعظم اطمینان میدهیم که جز حقیقت نگفتیم. آیا شما آن برادر گرگ خورده را دوست می داشتی؟ این امر بدیهی است عالی جناب. او برادر ما بود. وقتی از برادری که طعمه گرگ شده سخن می گفتید اندوهی در کلام شما مشاهده نکردم. کشته شدن برادر به دست گرگ حادثه تلخی است، نیست؟
نگفتم شما حقیقت را نمیگویید. گمان میکنم نیت اصلی شما چیز دیگری است. ولی عالی جناب، ما جز حقیقت نگفتیم. نمیدانیم سوء ظن شما نسبت به ما از چه روست. از کجا که همه این سخنان برای استتار نیت اصلی شما نباشد؟ مثلا از کجا که برای اخلال در نظم مصر و یا مقاصدی دیگر به اینجا نیامده اید؟ از کجا که اجیر شده سلاطین دیگر نیستید؟ نه عالی جناب، این تهمت ها در شأن فرزندان انبیا نیست. ذریه انبیا از این تهمت ها مبرا هستند عالی جناب. گویا شما از خطای پیامبرزادگانی چون پسر نوح و قابیل فرزند آدم بیخبرید. از کجا بدانم حقیقت را میگویید؟ میتوانید ثابت کنید؟ ما حقیقت را میگوییم عالی جناب. سوگند میخوریم. به جای سوگند در سفر آینده برادر کوچکترتان را به مصر بیاورید. با دیدن او صدق گفتارتان برایم روشن می شود. میبینید که من هم خوب پذیرایی میکنم و هم پیمانه گندم را کامل میدهم. اگر برادر کوچکترتان را با خود بیاورید او نیز سهمی میگیرد و اگر نیاورید به هیچ یک گندم نمیدهم. گندم های اینان را کامل بدهید مثل دیگران. بهای آن را نیز از آنان بستانید. در سفر آینده شرطمان فراموش نشود. خدا نگهدارتان. امیدوارم که خداوند از خطاهایتان بگذرد. شما به پدر و برادرتان بد کردید. من از شما گذشتم. امیدوارم که پدر نیز بگذرد. بهای گندم برادرانم را که دریافت کردید در فرصتی مناسب عیناً درون بارهایشان قرار بدید. من بعداً بهای آن را خواهم پرداخت. اطاعت عالی جناب. پوزش میخواهم. چه شد که نبی خدا خود را به برادران معرفی نکردند؟ آنها اصلا نباید بدانند تا به وقتش آگاهشان کنند. سکه هایشان را میگیرید و در بارهایشان میگذارید. چرا از ابتدا گندم ها را رایگان به آنها نمیدهید؟ اگر آنان سکه هایشان را درون بارهایشان بیابند به مصر باز میگردند، هم برای دانستن علت این بخشش هم برای دریافت گندم رایگان. شما که این همه اندوهگین پدر هستید، چرا به جای بنیامین نگفتید او را با خود بیاورند؟ پدر؟ نه، پدر به محض دیدن من را خواهد شناخت و خواهد فهمید که برادرانم با من چه کرد. خب بفهمند. بگذار دروغشان آشکار شود. چه اشکالی دارد؟ اگر پدر بداند برادرانم را نفرین می‌کند. نفرین پیامبر خدا برادرانم را نابود می‌کند. به خصوص که آنها هنوز دروغ میگویند و توبه نکردند. در نهایت چه؟ میخواهی یعقوب نبی همچنان در فراق شما زجر بکشد؟ نه، ابتدا باید برادران توبه کنند. خداوند که از آنان بگذرد خشم پدر نیز فرو خواهد نشست. چگونه میخواهی آنها را به توبه وادار کنی؟ بعداً خواهی دانست. بنیامین را به خاطر همین به مصر خواستم. امیدوارم طریقی که اندیشیدم نتیجه دهد. نمیدانم چرا احساس میکنم که عزیز مصر را یک جایی دیدم. به نظر شما آشنا نیامد؟ چرا؟ به یاد دارم که چندین بار با هم در صحرا گوسفندچرانی کردیم. راست میگویی لاوی.
من هم احساس کردم که او را میشناسم. بروید و گندم هایتان را تحویل بگیرید. بروید. این دیگر چیست جناب میمیسا؟ این هدیه ماست. ممنونی. این آرد را تا مقصد توشه راه کنید. خمیر کردن و نان پختن که میدانی. از پذیرایی شما بسیار سپاسگزاریم. سپاسگزارم. سفر خوبی داشتید. مگر پدر اجازه میدهد که بنیامین را با خود به مصر بیاورید؟ با آن خاطره تلخی که از یوسف دارد بدی هیچ نخواهد گذاشت. آیا او حق ندارد؟ ما با برادر خود بد نکردیم؟ لااقل توبه هم نکردیم. اگر توبه کرده بودیم اکنون پدر اجازه میداد. چاره ای نداریم. باید سعی کنیم در سفر بعد بنیامین را با خود بیاوریم. وگرنه از گندم خبری نیست. مسخره است. تو نیز از خدایانی؟ برای دیدن آمون و دیگر خدایان باید به معبد می آمدم و در حضورشان می ایستادم تا بتوانم با آنان سخن بگویم. اما یوسف از درون اتاق خود یا هر جای دیگری با تو سخن می گفت. من احساس می کنم چندیست همه جا در حضور تو هستم. تا چند روز پیش احساس تنهایی می کردم، ولی اکنون احساس می کنم حتی در خلوت، آنجا که هیچ کس نیست، یکی در کنار من است. نمیدانم که هستی و چه هستی. هنوز نمیتوانم بگویم به تو ایمان دارم، اما احساس میکنم که تو در کنارم هستی و همیشه مرا زیر نظر داری. نگرانم که مبادا دوباره تنها شوم. خدای یوسف، از تو میخواهم که ترکم نکنی. من از غربت و تنهایی میترسم. دیگر کاملا یاد گرفته و به نابینایی عادت کرده است. میدانی، من گمان میکنم همینک تو با یوسف سخن میگویی. نه، یوسف با تو سخن میگوید.
سر توست. وقتی تو در کنار منی حس میکنم یوسف نیز در کنار من است. ما هر دو در حضور تو هستیم. سپاسگزارم که به دیدارم میایی و شبهای تارم را روشن میکنی. چند شب است بی‌رعب و وحشت میخوابم. احساس میکنم تو همیشه بیداری و همیشه نگهبان من. خاندان یعقوب منتظرم. باید امروز باز میگشتن. نکنه از حادثه رخ داده باشه. تو نمیتوانی حرف امیدوار کننده بزنی؟ گله نکن پسرم، به زودی پدرت میآید. چرا دیر کردند؟ کنعانیان که دیروز آمدند. چرا تحمل نکردید با یکدیگر بیایید؟ ما که نمیدانستیم چند روز دیگر باید صبر کنیم. شاید چند روز دیگر صبر میکردیم و نمی آمدن. پروردگارا، همان گونه که کنعانیان را خوشحال کردی با آمدن فرزندانم قبیله ما را نیز خوشحال. همسفران ما اکنون به کنعان رسیدند. آنها 3 روز از ما جلوتر هستند. خاندان ما نگران میشوند که مبادا برای ما حادثه‌ای رخ داده باشد. به خصوص که دیدن ما با ماموران عزیز مصر رفتیم و دیگر باز نگشتیم. ممکن است فکر کنن که عزیز مصر بلایی بر سر ما آورده.
نگران نباشید. اگر کمی تعجیل کنید زودتر میرسید. تعجیل کنید! تعجیل کنید! عجب بوی نانی می‌آید. پذیرایی شایسته به یاد مادر افتادم. معلوم است چه می‌کنن؟ همون مقدار که آماده است بیابد تا نانهای بد آماده شود. اگر این آرد را برای توشه راه نداده بودن بدون نان چه می‌کردیم؟ آسیاب چه برای آرد کردن نداریم. باید گندم خام را می‌جویدیم. خدا خیرشان دهد. مساعدت بسیار کرد. خدا مساعدت. اگر 3 روز ما رو معطل نمی‌کردن اکنون رسیده بود. به راستی که تو مثل گربه میمانی. محبت‌های دیگران هیچگاه در خاطرت نمیماند. نفتالی چه شد؟ مردیم از گرسنگی. تعجیل کن. جناب رودامون؟ جناب رودامون، خوشحالم که شما را میبینم. بارناباری است. افسر خوب من چه میکنی؟ میبینید که مسئولیت سابق شما را به من سپردند. ما مدت ها از تبس دور بودیم. از حوادث تازه چه خبر؟ همه خبرها در تبس به یک نفر ختم می شود. یوزارسیف. نام او نه فقط در تبس که در تمام سرزمین مصر فرد زبان هاست. این نام پیش از مردم مصر برای من و تا آشنا بود. آماده ای؟ من او را شیوه جنگاوری آموختم و او مرا راه و رسم انسانیت و خداپرستی. اینک کجاست؟ خوب میدانید که اگر او نبود من به جای نیمفرکپتاه به زندان میرفتم. او در حال رسیدگی به امور تبس و معبد آمون است. از بانو زلیخا چه خبر؟ سال هاست که او را ندیدم. بانو زلیخا پیر و نابینا گشته. آنجاست. همیشه آنجا می نشست. امروز نیامده. ببینم این پیرزن نابینا که اینجا می نشست کجاست؟ زلیخای نابینا. نمیدانیم. امروز او را ندیدیم. مهم نیست. خودم پیدایش میکنم. تو مراقب پست خود باش. آهای چه میخواهید؟ به به باز هم محافظین بانو زلیخا. باز هم شما 2 نفر؟ اینجا چه میکنید؟ دیگر بانو زلیخا چیزی برای بخشیدن ندارد. حیف شد.
از جانب جناب یوزارسیف برای بانو زلیخا خبر بسیار مهمی داشتیم. آری تاما تیامنی چه شده؟ اینها که هستن؟ اما مزاحمین ولگرد همیشگی بانو. خبر مهمی داریم زلیخا. احمد بانو زلیخا شنیدی؟ ببخشید بانو زلیخا. به هر حال دیگر چیزی برای بخشیدن ندارم. حیف شد، چون یک نفر از طرف یوزارسیف به دنبال شما میگردد. بیا اینجا ببینم. در خدمتیم بانو. باز هم مثل همیشه دروغ میگویید. باز هم قصد فریبم را دارید. نه بانو، دستش را در دستان شما میگذاریم، آنگاه مژدگانی بدهید. خوب است. شما که میدانید حتی به خبرهای دروغتان در خصوص یوزارسیف هدیه میدادم، اما اینک دیگر هیچ چیز ندارم. ما هم متاسفیم. آنکه به دنبال شما میگشت از افسران عالی رتبه مصر بود، مگر نه؟ خب برویم. صبر کنید ببینم. الان باز میگردم. قاصدی که گفتید کو؟ به محض دریافت هدیه او را به اینجا خواهیم آورد. نگران نباش. اول قاصد آن مرد را به اینجا بیاورید و هدیه خود را دریافت کنید. بانو، تا هدیه خود را دریافت نکنیم از آن مرد خبری نیست. ببینید، هدیه گران قیمتی است. آن مرد را بیاورید و این هدیه را بگیرید. بردن! برید دوسته کسی! بردن! آنها را بگیرید! کجا میبرید؟ من نمی‌کنید جمالی جناب. به دنبال شما می‌آمدم. به دنبال من؟ ما را از کجا می‌شناسید؟ من که شما از قصد نیامدید. چرا این سوال رو می‌کنید؟ هرچه به این بانو میگویم یک نفر از قصد به دنبال شما میگردد مگر باور میکند. شما از قصر آمده اید؟ منظور شما را از قصد نمیفهمم. به دنبال من آمده اید؟ آری، به دنبال شما میگشتم. بسیار خوب. تو میتوانی بروی. او را رهایش کنید. ولی تندی سامان چیزی نیست. من آن را هدیه دادم. آمون را هدیه دادید؟ مگر تو آمون را نمیپرستی؟ نه، من خدای یوسف را میپرستم. وقتی آنان گفتند که تو از جانب یوسف به دنبال من آمدی، آمون را به آنها بخشیدم. مجازات آنها بماند برای بعد. آنها دروغ گفتند. من برای دیدن شما آمدم، اما نه جانب یوزارسیف. چی شد بانو؟
نمیدانم چرا زانوانم سست شد. چرا رنگتان تغییر کرد بانو؟ تا حال امیدت ناامید گشته است. این همه دروغ شنیده، این همه فریب دادم، اما هنوز هوشیار نشده ایم. گمان میکردم پیک یوزارسیف نزد من آمده. شما با این ظاهر پشمارده با چشمان نابینا یوزارسیف را میخواهید چه کنید بانو؟ تو کیستی بیگانه؟ از چه مرا بانو خطاب میکنی؟ میشناسیم یا ژنده پوش بینوایی چون مرا به سخره گرفتی؟ رودامون بانو، شما رودامون هستید؟ به خدا سوگند که از همان ابتدا در نظرم آشنا آمدید. کجا بودید رودامون؟ بارها و بارها به اسکله سر زدم. از خیابان قوچهای سنگی گذر کردم. سراغتان را از دوستهایتان گرفتم، اما شما را نیافتم. من نزدیک به 10 سال در جنگ با سرزمین های دیگر بودم. گمان هم نمی کردم که شما به این روز افتاده باشید. فراق یوسف مرا به این روز انداخت. امیدوار بودم شما او را نشانم دهید. شما که چشم ندارید چگونه میخواید یوزارسیف را ببینید؟ دیدار یوسف چشم سر نمیخواهد. همین که بوی او را استشمام کنم کافی است. اگر روزی او را ببینم تقاضا خواهم کرد تا مرا در گوشه ای از قصر خود سکنا دهد تا همیشه در کنار او باشم و هر روز بوی او را استشمام کنم. ولی افسوس که آرزوی دست نیافتنی است. از کجا معلوم؟ سعی میکنم یوزارسیف را پیدا کنم. من ناامید نیستم. به محض اینکه از یوزارسیف خبری یافتم باز میگردم. نکند چون گذشته ناامیدمان کنی. نگران نباشید. من به شما امید بستم. بانو اطمینان میدم که بازگردم. از جناب یوزارسیف خبری ندارید؟ نه، مدتی است از او بی اطلاع. حرکت کن. میادگاه میرسم احساس میکنم از یوسفم غافل ماندم. رسم عاشقی از پی معشوق رفتن است. اگر رودامون آمد و یوزارسیف را پیدا کرد چگونه به شما خبر دهد؟ میبینید که تا کنون منتظرش بودم و نیامد.
فکر نمی کنم بازگرده. برویم. برو بریاس. از جناب یوزارسیف خبری داری؟ بله عالی جناب. جمعیتی را که می‌بینید برای شنیدن سخنان یوزارسیف به معبد می‌روند. او امروز در معبد برای مردم سخن خواهد گفت و برای اولین بار در معبد آمون به جای ستایش تندیس‌ها خداوند یکتا را ستایش خواهد گفت. قصر پوتیفار حرکت کن. کجا هستی؟ کسی اینجا نیست؟ بانو زلیخا کجا هستی؟ حرکت. کنار بروید، کنار بروید. جناب یوزارسیف قصد بیرون آمدن دارند. یوزارسیف از قصر بیرون آمد. درود بر صدر اعظم مصر، درود بر ناجی و رزاق مصر، درود بر مالک و صاحب اختیار مصر، درود بر مشاور و معبر مصر، صاحب کتاب زرین عالی جناب یوزارسیف. درود خداوند بر شما نگهبانان و حافظان شجاع مصر. سرور و عزیز مردم مصر کرد و صاحبان قدرت و شوکت را به خاطر عصیانشان به خاک مذلت نشاند. آن پیرزن نظر آشنا میاد. آیا او را در جایی دیده ای؟ کنایه سخن او را دریافتی؟ منظور از برده‌ای که عزیز مصر شده شما هستی؟ او باید خود بزرگزاده‌ای باشد که زیر دست شده، اما از کلامش پیداست که از هدایت شدگان است. مالک، ببینم پیرزن چه میخواهد. جناب یوزارسیف فرمودند هر نیازی دارید برآورده کنیم. از ایشان چه میخواهید؟ من فقط میخواهم با جناب یوزارسیف سخن بگویم. تقاضای دیگری ندارم. فقط میخواهم با جناب یوزارسیف سخن بگویم. بوی یوسف میآید. آیا یوسف اینجاست؟ مرا یوسف فرستاده. به من بگو پیام تو را به او خواهم رساند. تو بوی یوسف مرا میدهی. کیستی؟ با او چه نسبتی داری؟ من آسنات همسر عزیز مصر هستم.
بگو چه میخواهی؟ این زن چه گفت؟ درست نشنیدم. من آسنات همسر عزیز مصر هستم، همسر جناب یوزارسیف. بانو چه شد؟ بانو چه شد؟ شما رو چه شد؟ سالها نگذاشتیم بفهمد، اما بالاخره فهمید که یوزارسیف همسر دارد. چرا به او نگفتی که این بانو زلیخا عاشق دیرین یوزارسیف است؟ پیش روی آسنات باید میگفتم که عاشق همسر توست. میخواست با شما سخن بگوید، اما تا شنید من همسر شما هستم از هوش رفت. بانو زلیخا، بانو او را کجا دیدن؟ گمان میکنم او پیرزن رویاهای من است که چندین بار با چهره پوشیده از من استمداد میطلبید. همان که به دنبالش میگشتی؟ نمیدانم، شاید. در هر حال او را به قصد ببرید، از او مراقبت کنید تا من بیایم. برویم.